Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت حمله تروریستی خونین در کنار مسکو کاری دست افراطگرایان اسلامی بود و افزود حمله که روسیه در 20 سال گذشته شاهد نشده است بخشی از معرکه وسیع تهدید از طرف اوکراین است. اوکراین هر گونه دست داشتن در تیراندازی را رد می‌کند. رئیس جمهوری روسیه با استفاده از شیوه صحبتی که از زمان تجاوز به اوکراین استفاده می‌برد گفت که روسیه باید معلوم کند که این حمله را فرمایش داده و چه کسی از آن سود برده است. این جنایت یک حلقه در زنجیره تلاش‌های آنهایی است که از سال 2014 هم با ما و با دست رژیم فاشیستی کیوف می‌جنگند. روز 22 مارس 4 فرد مسلح به تالار کنسرتی کراکوس وارد شده مردم را تیرباران کردند و تقریبا 130 نفر را کشتند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. بیشتر از 180 کس دیگر جراحت برداشتند. روز 25 مارس دادگاه نهایی مسکو امر داد 3 نفر دیگر اسرائیل اسلاموف و 2 پسرش دیلاور و امینجان را برای کمک در عمل تروریستی بازداشت کنند. آنها تا آخر می در بازداشتگاه میمانند. دیلاور آخرین صاحب ماشین بود است که متهمان به حمله استفاده برده و از جای حادثه گریختند. هر دو برادر شهروندان روسیه و پدرشان شهروندی تاجیکستان است. مقامات روسیه گفتند در عموم 11 نفر را در رابطه با تیراندازی دستگیر کردند. 4 نفر که گویا تیراندازی کردند روز یکشنبه رسما به عمل تروریستی ایبدار شدند. سر و روی هر 4 ورم و سیاه بود که آثار شکنجه و لط و کوب است. فرانسه هم مثل امریکا گفت که مسئول حمله گروه دولت اسلامی است. رئیس جمهور امانوئل ماکرون روسیه را تنقید کرد که می‌خواهد این عمل را به ضد اوکراین استفاده برد. بعد حمله صدها نفر در نزد تالار کراکوس برای گلگزاری رفتند. در سنت پتربورگ اعلام کردند که گروه پیکنیک روز چهارشنبه به خاطره قربانیان حمله کنسرت خیریه برگزار می‌کند. گروهی که قرار بود روز تیراندازی در کراکوس کنسرت بدهد.